سه سالگی استاد ارجمند ما اندلیب هزار دستانی و استاد افضل شاه شادی مبارک میگویم. دوستان عزیز، مهمانان عزیز، برادران عزیز، استادان مهربان، خوش آمدیدتون در این محفل بسیار زیبا. من سالهای زیاد با دو شاعر خلقی تاجیکستان همکاری دارم و خیلی دوستشون دارم. و استاد لایق فرزان بانی دوست می داشتم، آذرخش دوست می داشتم و خودم بارها شاهد هم بودم، در این صحبت ها اشتراک هم داشتم و می گفتن که اینا آینده شعر ما کاربان کشش همینا و امروز هم خیلی هم هست. همه شاعرهای ما دوست می داریم. یک شعر استاد بازار است که شاعران رو نپرسیده نمانه به خاکمون، در خط شاعرهای ما باید دوست داریم. اگه شاعرهای هم دوست داریدون هم حافظه هم دوست داریدون برداره عزیز. آمدنم رفتن است، رفتنی من آمدم. آمدنم رفتن است، رفتنی من آمدم. بین من و عرش است کشمکشی تن به تن. بین من و عرش است کشمکشی تن به تن. آن طرفی پنجره است پیشای باغ، آن طرفی پیرهن هست پیشای دل. عاقبتت زندگی است، عاقبتت بندگی است. ای دلی آسی مکن، این همه بردار زن، این همه بردار زن. ای دلی آسی مکن، این همه بردار زن، این همه بردار زن. برای فرزان بانی یک قسم. عرش گوهر می شود در دیده گوهر شناس. نفسی اختر می تپد در سینه اختر شناس. خاکساران جهان از خاک زر می آفرند. قدر زر سرگر بداند، قدر زر را زر شناس. آذرخش این زندگی خانونی نابینشته است و چندین سوره حاضر خواندن که بامها پست و بلند افتاده دیدم. بام بام نامها پیش و خفا ایستاده دیدم. نام نام خنده خورشید در دوران نگنجد، عیب کیست؟ برای همین من بسیار شعرها هست که شعرهاشون رو آهنگ بستم با فرزانه بانو با آذرخش عزیز میگم که باز یک جایه 75 سال دیگه شعر گویم برای ملت ما. صحت سلامت باشم، دیدشان به نبیره ها صحتشان زیاد شود و همه شما عزیزان همیشه سربلند و سلامت باشید. مبارک باشید. خیلی مبارک باشد. مبارک باشید. هزاران در یکی خیزد نواز، آن که هر کس بهرمی اسرار نیست. ببینید رونمایی خیر اولی در کجا خیر رونماها نیست. اکای افضل شد تماما باشه. بسیار تشکر.